هماهنگی در خوزستان. درست گفتم جناب میرانی؟ بله قربان می‌شم. درود بر شما. بسیار بسیار متشکرم که لطف فرمودید و روی خط هستید و واقعا من نمیدونم که از شما و دوستان شما مثل مهندس کرمانی عزیز چجوری تشکر کنیم که با این شجاعت با نام واقعی خودتون دارین از داخل کشور با ما صحبت میکنید. درود بر شما. تمام جهانیان، ایرانیان عزیز از سراسر جهان به گوش هستن که صحبت‌های شما رو در این رابطه بشنون. بفرمایید، خواهش میکنم. من سپاسگزارم جناب دکتر فروتن. اولا بفرمایید که من با تلفن صحبت کنم یا تلویزیون کم کنم دیگه؟ بله، تلویزیون اگه کم بفرمایید چون تأخیر هست. با تلفن صحبت بفرمایید که تأخیر در صحبتامون نباشه. متشکرم. خواهش میکنم سرکار بفرمایید که فرمایشاتون چی هست و من پاسخ بدم. خواهش میکنم. در وهله اول میخواستم که شما اولا در تهران هستید یا در خوزستان هستید؟ من در اهواز هستم. در اهواز هستید، در مرکز. ما در وهله اول میخواستیم از زبان شما یک گزارش کاملی در رابطه با این مسائلی که چند روز گذشته در خوزستان بوده بشنویم، چون خبرهای ضد و نقیضی داشتیم و خیلی مایل هستیم که از زبان شما این خبر رو بشنویم. بله متشکرم. هر شود حضورتون که من هم کم و بیش پیگیری میکنم اخباری رو که از بعضی رسانه‌های خارجی و داخلی در مورد خوزستان و اهواز عنوان شده، ولی که قدر مسلم همه اینها با واقعیت‌ها تطبیق نداره. اون چی که مسلم جریان اهواز امروز و چند روز گذشته و خوزستان به هر حال مربوط می شود به یک ریشه‌هایی و تاریخی در گذشته 25 سال مملکت ما که با کمال تأسف حاکمین این دوران بدون توجه به موقعیت استراتژیک میهن با استان ما بی‌توجهی‌های خاصی و مطلقی را نسبت به تاریخ و فرهنگ ایران به خرج دادند که به همین لحاظ یک ریشه‌های نفاق و جدایی بین قومیت‌های ملت ایران برقرار ساختند. در این رهگذر وقتی که کوشش‌های هیئت حاکمه برای محو تاریخ و هویت ملی و ریشه‌های فرهنگی ما به شدت دنبال شد، یعنی در واقع ایران زدایی و فرهنگ ایران زدایی را پیشه کردن، برای برخی از هموطنان عرب و عرب زبان ما هم به تدریج این گمان پیش آمد که اینها جدا از میهن ما، جدا از ملت ما هستند و بعضا در یک حد خیلی خیلی ناچیزی بخشی از اشخاص که در واقع ریشه های فکری غیر ملی از قدیم هم داشتند، وابسته به سازمان های چپ و کمونیستی بودند، به تدریج موقعیت هایی پیدا کردند که توانستند خودشون تا یه حدی مطرح کنند. با کمال تأسف باز هم این سیاست ارشادی و فرهنگی مملکت اونقدر ضعیف و بی‌اعتنا به مسائل نگاه کرد که ما دیدیم یک تعداد زیادی هفته‌نامه، روزنامه در این استان علم شد و کسانی که به راستی صلاحیت و اون ارق ملی و وابستگی فرهنگی و ملی را به ما نداشتن به این را قبلا هم بروز داده بودن، موقعیت‌های پیدا کردن که قلم‌هاشون به کار بیفته، جلسات و مجامع سخنرانی و کنفرانس‌ها و همایش‌های برقرار کردن و به تدریج یک نوع جدایی نامحسوس بین هموطنان عزیز عرب و عرب زبان ما در اینجا ایجاد کردن. جریانات اخیر در واقع یکی ریشه دارد در همین توطئه ها و تمهیدات این قبیل اشخاص که دقیقاً هم برای خود حکومت شناخته شده هستند و قطعاً دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هم از نقش اینها کم و بیش اطلاع دارند، ولی متاسفانه در شرایطی که میهن پرستان خوزستان هیچ کدام از فریادها، نوشته‌ها، نگارش‌هاشون در جراید چاپ نمیشه و این حلقه‌های متصل فرهنگی دیرینه ما را با برادران و خواهران عربمون بازگو نمی‌کنن و هوشیاری نمیدن، متاسفانه اون قبیل تبلیغات مسموم همچنان در جراید و رسانه‌ها دیده میشه و خب خیلی طبیعی هم که برخی کشورهای متوسط عربی پیرامون ما هم
از این جریان سوء استفاده بکنن و سعی کنن که یک توطئه بزرگی رو تکوین و به اصطلاح به تحقق برسونن. من بحثتون برسونم جناب آقای فروتن، این حرکت‌های بسیار ناتوان و ضعیف و غیر منسجم فقط از طرف گروه اندکی و با یک نقاط خیلی محدود ممکنه دیده بشه، ولی خوشبختانه یک هوشیاری ملی نه در سطح حاکمیت بلکه در بین مردم اینجا وجود داره، در عین حالی که با تلافی با هر کدوم از این برادران واقعا تکالیفشون و وابستگیشون رو به ملت خودشون گوشزد میکنن، از هر گونه درگیری هم خودداری میکنن و به تدریج هم من فکر میکنم عقلای برادران هموطن ما هم به این نتیجه رسیدن که این حرکت‌های کور اهم از این که از سوی عناصر داخلی به اصطلاح تقویت بشه یا نیروهای خارجی این رو دامن بزنن، منتج به نتیجه نمیشه، به انسجام و همبستگی ملی ما به طور قطع بیشتر خواهد شد و این ترفندها و تمیزهای در واقع این عناصر فرق نمی‌کنه. این عناصر هم در سطح هیئت حاکمه هستن، نه تنها ندانم کاری بلکه تعمد برخی از این اعضای هیئت حاکمه باعث شده است که همچین وضعیتی، برای که یک به اصطلاح روش بسیار غلطی در اینجا مرسوم شده که به خاطر هر کدام از این انتخابات، اما از انتخابات مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر، تمام فشار حکومت بر این بوده است که آقا عدد رو مطرح کنه و بگوید مثلا در استان خوزستان اینقدر آدم پشت صندوق‌های رأی رفتن. به همین لحاظ هم اصلا مسئله شایسته سالاری یا انتخاب نامزدها از میان احزاب و گروه‌های صاحب اندیشه مطلق مطرح نبوده، بلکه سعی شده است طوایف و عشایر و قومیت‌های مختلف را به کار بگیرن و از این طریق به اصطلاح بازار رو گرم میکنن و تنور انتخاباتی رو دارن. این اشتباهات بسیار گفتیم و تا اونجا که دست در نشریات محدود خودمون نوشتیم کمتر به گوش کسی رفت و امروز یک چنین حوادثی که در عین حالی که بی اهمیت هست ولی بسیار غمباره، بسیار اندوهگینه. ما صدها و هزارها با این برادران و خواهران هموطنمون در غمها و شادیها شریک بودیم. اینا عزیزترین و مخلصترین مرزداران مملکت ما بودن. چگونه است که امروز اگر بحث ستم است، ستم بر همه ملت ایران در درازای این حکومت دنبال شده. اگر بحث بی‌عدالتی و تبعیض است، این بی‌عدالتی و تبعیض در طول تاریخ حکومت آقایان بر همه قومیت‌های ایرانی روا داشته شده است و فریاد همه از دست این مظالم و تبعیض‌ها و استبدادگری بلنده. بنابراین فرقی نیست بین عرب خوزستانی که عرب ایرانی است یا عرب زبان خوزستانی، با کرد، با بلوچ، با ترکمن، با گیلک، با لر، با هر کدام از اقوام دیگر، اینا هیچ تفاوتی از نظر ما نداره و تمام کسانی که این به اصطلاح آتش رو در صدد بودند و هستند که برافروزند بسیار کار نابخردانه و غلط و خائنانه ای را دنبال کردند که از نظر ما محکوم. مردم استان ما بسیار هوشیارند، ما در کنار همه این برادران هستیم، همواره از حقوقشون، از واقعا استعدادهاشون حمایت میکنیم و در اینجا فقط ملاک را شایسته سالاری میدونیم و فرق نمی کند که برادر عرب ما باشه، برادر لور ما باشه، برادر کرد ما باشه یا برادر به هر حال به قول خودشون عجم باشه. بنابراین جناب آقای فروتن، ارقامی که در خصوص کشت و کشتار یا به اصطلاح ضایعات حاصل از این خشونت ها و آشوبگری ها بعضا بیان میشه، اینا با واقعیت چندان تطبیق نداره. شما بدانید که برادران و خواهران ما هم کاملا هوشیارند. هیچ وقت در این شرایط حساسی که ملت ایران قیام کرده است برای احقاق حقوق خودش، قطعا ملعبه دست فرصت طلبان و بیگانگان و بیگانه پرستانی که به هر حال میخواهند
چرخ حرکت عظیم و نیرومند مبارزات ملت ایران را برای آزادی و دموکراسی و تحقق حاکمیت ملت ایران پیش ببرند نمیتونه متوقف بکنه. جناب آقای میرانی، در سایت امنستی اینترنشنال عفو عمومی گزارشی که دیروز اومده میگه که در این تظاهرات 31 نفر کشته شدن و صدها نفر زخمی و همچنین صدها نفر رو به زندان بردن. از شود که شما گزارشاتی که فکر دارید اونچه که من و دوستان من از نقاط مختلف خوزستان در واقع اطلاع میدهند این است که شاید در این فاصله چند روز 3 یا 4 نفر کشته شدن با کمال تأسف. تعدادی هم خب به طور طبیعی وقتی که به هر حال حرکت‌های خشن شروع میشه اینها زخمی شدن. تعداد بازداشت شدگان هم یک چیزی شاید در حدود 100 نفر بود. اگر امروز تعداد زیادتر شده من هنوز خبری ندارم. ابعاد قضیه اونقدر نیست. ببینید برای به اصطلاح خیلی علو دادن این آتش خیلی ها کوشش میکنند که شاید این زمینه های وفاق و همبستگی ملی ما را از بین ببرند. ولی شما بدانید در کنار حرکت های عظیم و آینده‌ساز ملت ایران برادران هموطن عرب ما کنار ما ایستادند و دریغ نخواهند کرد از اون یاری رساندن به ملت ایران. من به شما قول میدم هیچ گونه توطئه‌ای در خوزستان نمیتواند به ثمر برسه، برای اینکه خوشبختانه در این شرایط من دیدم که یک کمی حالا بینش از سوی بعضی از به اصطلاح واحدهای اجرایی مملکت به کار برده میشه و ضمناً هم قاطعیت لازمی که برای به اصطلاح جلوگیری از اون اختشاش‌ها لازم است که اختشاش‌ها در حد اینه که 4 تا بانک را آتیش بزنن یا اینا هیچ کدام مؤثر نیست در این همبستگی‌های قدیم ما و مطمئن باشید که از این آزمایش ملت ایران و مردم سرفراز خوزستان به پیروزی و سرفرازی بیرون خواهند آمد و ما در کنار همه آزادخوان جهان نقش و وظیفه‌ای که داریم انجام خواهیم داد. بسیار متشکرم. سوال آخر من این هستش